سلام و درود، وقت بر شما بخیر دوستای عزیز و گرامی. بعض مردم، بعض شخصیت ها، بعضی از چهره ها، بعضی از رهبرها، بعضی از مردمایی که تازه به دوران رسیده هستند از طریق صفحه مجازی رهبر شدند، جرنال شدند، رئیس شدند، مدیر شدند، رتبه مارشالی گرفتند، رتبه جرنالی گرفتند، معین شدند، تعیینات وزیر دفاع و وزیر داخله و رئیس امنیت ملی و رئیس سرحدات شدند. در صورتی که اگر اینا را در کوچی مندهی ببر، اینا را کس در نقل کچالو و پیاز هم نمیخره، چون برای کلی مردم معلوم است چی به چی است. از مینا یکی پرسان کنه که شما در این مدت 4 سال 4.5 سال چی کار را کردین، چی گل را به آب دادین؟ بگین چی کار را کردین، کدام سهولت را برای مردم افغانستان ایجاد کردین؟ یک، چی دردی از دردهای مهاجرین در امی وضعیت کنونی دوا کردین یا دوا کردن میتونید؟ کدام یکی از کشورها، کدام یکی از سران از این کشورها با شما حداقل خوشبین است و گپ شما را میشنوه؟ چی دستاورد دارین که او دستاورد نفش به مردم افغانستان رسیده؟ امی کلگی مردم را فراخوان دیدیم که دگیرد ما جمع شیم، دگیرد فلان جمع شیم، دگیرد فلان جمع شیم. چرا 20 سال دگیرد این نمونا جمع بودن، چیکار کردن؟ آخرا وطن معامله کردن، فرار کردن. امروز با دختر و بچه و زن و فرزند خود در بهترین کشورها زندگی آرام دارن و فعلا. حالا اگه مردم های دیگه هم سرنو شدن، یا جیبشان خالی است یا دیگر از بیکاری برای خود یک کار جور کردن، در صفحه مجازی آمدن 24 ساعت تبلیغات و قصه مفت و اوسنه سر کوچه و سر بازار برای مردم قصه میکنن. هر کس مرد است، هر کس زدنی است، غیرتی است، رهبر خود را احساس میکنه. افغانستان دروازاش در روی کل باز است، برای افغانستان درآیه، از اونجا یک بیرق بالا کنه بگه من اینمی صدای مردم هستم، سر و جانم فدای مردم است و آزادی میخوایم. هر کس که در پشت من میاد بیاید در فلان جغرافیا، در فلان موقعیت استقامت ما است، بیایی که ما و شما وطن خود را آزاد بکنیم، بیایی که ما و شما با هم یک جا شویم و عدالت را در افغانستان بیاریم. او وقت میتونه ادعای رهبری کنه، ادعای ریاست کنه. در غیر از او اعلان میکنیم به کلگی نمی مردم های مجازی و صفایی که بعد از بشرمین با والله قسم از خود از که بیشتر بیاب نکنیم، بشینیم در سر جایتان تا روز بخیر و روز تا روز یگان سرنوشت افغانستان به دست یک شیرمرد، به دست یک زدنی و دست یک شمشیرزن انشالله معلوم شود، نه در دست قصای ما.